این ویدیو نه بر اساس تبلیغ نه فروش، فقط صرفا جهت تجربه است. یکی از بهترین نیاسینامیدهایی که من مصرف کردم تعلق میره به این نیاسینامید وکتور که یک برند ایرانیه ولی با پکیجینگ به شدت فوق‌العاده. استاندارد یه نیاسینامید که بخوای شروعش کنی با دوز 5% که این محصول رعایت کرده این دوز، یعنی حاوی 5% نیاسینامید و 1% زینک داخلش. اگه بخوام پوستم از نمای نزدیک بهتون بخوام نشون بدم بدون هیچ فیلتر و منافذی. از دلیل پوست خوبم تعلق میگیره به این بزرگوار که نگاه به قد و قوارش نکنید. همچنین روی منافذاتون تاثیر داشته باشه، هم کنترل چربی داره، هم اگر جای جوش قرمز تازه داشته باشید توی رفعش خیلی بهتون کمک میکنه.